به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام دانش آموزان گرامی، همدیران عزیز. درس سیوم است از سلسله درس های ترکی برای نوآموزان. در این درس باشد حرف آخران الفبای زبانی ترکی را میگذاریم. این حرف هم باشد ز نام دارد. ز. زبرا، زبرا، زبرا. زبرا به فکرم از زبان انگلیسی و زبان ترکی گذاشته است، یعنی همون گورخر یا که خری وحشی. زنجفیل، 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 زنجفیل. زنجفیل این رو در زبان عربی نیز زنجبیل میگویند، اما به اون معنی که ما تاجیکان زنجبیل میگوییم اون رو در نظر ندارند. این یک نمود ریشه طبابتی است، یعنی یک نمود گیاه است که برای طبابت استفاده می شود. زیتین، 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 زیتین. زیتین از زبان عربی به فکرم به زبان ترکی گذاشته است. زیتون همون زیتونه که ما شما میگوییم زیتون، و در زبان عربی هم نیز زیتون میگوییم. زیتین یعنی زیتون. زرافه، 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 زرافه. زرافه هم شاید که از زبان عربی به زبان ترکی گذاشته باشد. زرافه در زبان ترکی زرافه استفاده می شود. زرافه ترجمه می شود. زرافه، زرافه. و در عربی زرافتون، زرافتون می شود. در اینجا طرز خواندن کلمه ها: زبرا، زنجفیل، زیتین، زرافه یعنی زرافه، و زنجفیل یعنی زنجبیل. یعنی زنجبیل ترجمه شده است، اما اون زنجبیلی که ما با شما استفاده میکنیم یعنی به معنای قلمفار یا تیزی به اون معنی نیست. یک نوعی گیاه یا ریشه است که آن را زنجبیل میگویند در زبان عربی. در زبان ترکی زنجفیل. خب این بود درس سیوم و آخران حرف الفبای زبانی ترکی. خوب میبینیم در درس آینده شاید صدانک ها را گیریم، صدانک ها، همصداها در زبان ترکی، یا طرز خواندن کلمه ها را میگیریم و از درس آینده دیگرش نصیب کرده باشد خداوند از کتاب استانبول شروع می‌کنیم. یک کتاب هست، کتاب درسی، کتاب برای آموختن زبان، نامش استانبول است. استانبول قسمی، یعنی اون هم 3 مجلد یا 4 مجلد است، از قسم ای، یعنی استانبول A1 میگن. A1 یعنی A2 یعنی B1 یعنی استانبول، A1 A2 B1 B2 به مثل همین. خوب این موضوع درس های آینده است و همین درس امروزه به پایان رسید و تا درس های نوبتی خداحافظ.